خوبه؟ سلامت باشین خیر باشین. میشه خود را معرفی بکنید؟ آره ما از دن سوخری دن سوخته نام موسی نام پدر محمد علی دیگه برادر بسیار خودسالی زیاد است دمی قریه ها یعنی جو گندم دانه نکرده ملخ زده دیگه بسیار خوب کرده صاحب. دیگه خوشحالی ها که او رقم که شما صحبت میکنید بسیار زیاد است. دیگه دوستان شما ببینید که در اول برج 4 است نه؟ آره جایی که مردم کشت کرده بدون دانه خشک شده و خوش شده همین کایز را فقط به خاطر حیوانات خود جمع میکنه آره خود دانه نداره. خلاصه دانه دیگه خلاصه دوستا ببینید شما که وضعیت مردم کشاورز وضعیت مردم تهقان چی رقم است. نگاه بکنید که حتی یک مقدار کشتی که میکنه در این سالا از دست خوشسالی از دست آفات دیگه همون کشت نموشه. دیگه شما ببینید که وضعیت مردم کشاورز وضعیت مردم دهقان دیگه واقعا ناراحت کننده است. دیگه آقای کلانی صاحب دیگه در غیر از این کشاورزی دیگه کیس بیاد نه بخی دیگه کیس بید نیست دیگه درآمدهای دیگه شما دیگه درآمد بخی نیست درآمد نداره درآمد نیه غیر نمیزی کشاورزی سالی که بارندگی کنه آب باشه خوبم یا پرده موشه آب اگه نباشه دیگه هر آفات بالا میشه دیگه این مسیر در دریا بسیار نزدیک نه؟ بسیار دریای حریرود اگر توافق شوه مردم یک توافق بکنه آب آوردن از این دریا بسیار آسانه نه؟ راحت است توافق مردم بسیار خوب است ولی مردم کشاورز اونطور که شما میبینید درآمد از این مقدار جو دیگه کدام عاید نداره که بتونه از طریق دریا او بیاره. اگر نه زمینای بسیار وسیع است بسیار زمینای خوبه که سالی دیگه از بین برده زمین‌ها از بین رفته برادر اشقندی بسیار خوب تشکر. خوبه؟ سلامت باشین خیر باشین. میشه خود را معرفی بکنید؟ آره ما از دن سوخری دن سوخته نام موسی نام پدر محمد علی دیگه برادر بسیار خودسالی زیاد است دمی قریه ها یعنی جو گندم دانه نکرده ملخ زده دیگه بسیار خوب کرده صاحب. دیگه خوشحالی ها که او رقم که شما صحبت میکنید بسیار زیاد است. دیگه دوستان شما ببینید که در اول برج 4 است نه؟ آره جایی که مردم کشت کرده بدون